اینجا گفتند که معنای فاسق و منافق را میگفتید. فاسق در لغت عرب فسقت الرطبة اذا خرجت، برآمدن را میگن. خرما هم از همون از غنچه خودش که برآید نه وقتی که میسبزد همون را فسقت میگن، برآمد. اصل کلمه فسقه برآمدن. فاسق آن آدمی که از حدود امرهای شریعت برآمده است. دو خیلی میشد. فاسقی که از امرهای شریعت بیرون برآمده است، یعنی گناه کرده است. دومینش از دایره اسلام برآمده است، نسأل الله سلامت و العافیه، یعنی که کافر شده است. که الله تعالی بعضی کافرها را اولئک هم الفاسقون گفت، اینا کافر هستند گفت. یعنی که فاسق آن آدمی که گناه میکند. اما منافق از کلمه نافقا، یک حیوان هست که مانند موش به زمین سوراخی میکند و از دیگر طرف میبراید. حیوانی که او را خواست دستگیر کند آمده در اینجا منتظر میشد و از دیگر سوراخی برآمده میرود. یعنی که او دو جای برآمدگاه دارد. از همین کلمه منافق گرفته شده است. منافق آن آدمی که دو روی دارد. یعنی به نزد مسلمان ها آمده خود را مسلمان میتراشد ولی که در اصل و کافر است. خیلی خوب. سلامت و العافیه.